جماعات همه ما، شما و تمامی برادرها و خواهرای مسلمان در ادنا و اقصا نقاط جهان اسلام. امیدوارم که انشاءالله تعالی عید سعید فطر بر شما امت نمازگزار و روزدار و مؤمن و بر تمامی امت اسلام عید مبارک و میمونی باشه و تمامی ایامتون انشاءالله تعالی عید باشه با بندگی خدا و اطاعت از خداوند عزوجل و خیر و برکت این عید سعید فطر انشاءالله در زندگیتون و در آینده زندگیتون انشاءالله ملموس باشه و امیدوارم که برادرها و خواهرای مظلوم و مستمند و فقیر و مسکین هم در این شادی فراموش نشن و سعی بکنید که اونها هم به هر نحوی که هست انشاءالله تعالی شادشون بکنید. عزیزان من، همینطوری که همتون میدونید اعیاد و عیدهای اسلامی 3 تاست. یک ماه پی در پی عبادت و بندگی خدا مسلمین در اولین روز شوال تجمع می کنند در مصلا، در عیدگاه، در مساجد، در تمامی جهان اسلام برای شکرانه این نعمت عظیم خدا دادی که به محض توفیق خداوند عزوجل بود که ما موفق شدیم همراه دیگر برادر و خواهران مسلمانمون روزه بگیریم و این جای شکر باقی است و شکر می طلبه و در حقیقت نماز عید نماز شکری است برای موفق شدن امت اسلام برای ادای این فریضه و رکن عظیم اسلام که روزه باشه. عید دوم، عید قربان یا عید اضحی که اون هم دوباره نماز شکری است و مسلمین و عموم مسلمین در اقصا و ادنا نقاط اسلام جمع میشن در مساجد و خوشحالیشون را که موفق شدن تعدادی برادر و خواهر مسلمان در عرفات، در زمین مبارک و مقدس عرفات و در اماکن مقدسه و مشاعر الحرام جمع بشن در مکه مکرمه برای ادای رکن عظیم اسلام، برای ادای فریضه حج و اون هم نیاز به شکر داره. گرچه عموم مسلمین موفق نشدن که برن برای زیارت خانه خدا، اما تعدادی از خواهرها و برادرها که موفق شدن و این فریضه را از گردن ادا کردن بازم جای خوشحالی است برای تمامی خواهر و برادر مسلمان. عزیزان، برادری و اخوت اسلامی به این معنی است که اگر عزیزی موفق شد به کار خیر یا شاد شد در زندگیش، تو اگر واقعا برادر و خواهر مسلمان هستید باید برای شادی برادرت تو هم شادی بکنید، برای خرسندی برادرت تو هم خرسند باشید و اظهار و ابراز شادی بکنید که تو موفق شدی مثل این که من موفق شدم. بعد از اینکه 3-4 میلیون برادر و خواهر مسلمان از تمامی نقاط اسلام جمع میشن در مکه معظمه برای ادای مناسک
حج و عمره و در روز عرفات، روز 10 ذوالحجه، روز 9 هنگام غروب عرفات خداوند عزوجل بر تمامی بندگانش متجلی میشه. قبل از اینکه سیل عظیم حجاج بیت الله الحرام کفن پوشان از عرفات سرازیر بشه به طرف مزدلفه و در اونجا مبیتی داشته باشن شب 10 یعنی شب عید، خداوند عزوجل در مقابل بندگانش در صحرای عرفات متجلی میشه و میگه ای بندگان مؤمن و مخلص و متعهد من و مطیع و متواضع من، همتون برید که همتون رو دست جمعی آمرزیدم، برید با ذنبی مغفور و سعی مشکور و عملا متقبلا مبرور، همتون بر بگردید به اوطانتون. وقتی تعدادی برادر و خواهر مسلمون مورد خطاب خداوند عزوجل قرار میگیرن که برید ای بندگان من که همتون آمرزیدم و سعی و کوششتون رو قبول کردم و تشکر کردم ازتون و عمل صالح و اخلاص نیت و قصدتون رو پذیرفتم و گناهتون رو آمرزیدم و شما رو برگردوندم، مثل روزی که از مادر متولد شدی نمیفهمیدی که گناه یعنی چی، دلی پاک، درونی پاک، روح و روان و فکری پاک. الانم در غروب روز 9 عرفات همتون برید که همتون آمرزیدم. اینجاست که مسلمین در کاف تا کاف دنیا و جهان اسلام صبح روز 10 که حجاج در اون شب 10 به مزدلفه میان، همه در مساجد جمع میشن و نماز عید و نماز شکر رو به جا میارن و ادا میکنن به خاطر اینکه برادر و خواهر مسلمانشون در سرزمین عرفات حضور به هم رساندن. اما سومین عید در اسلام روز جمعه، عید هفته، تمامی مسلمین در اقصی نقاط و ادنی نقاط جهان اسلام برای یک هفته بندگی از اون هفته تا این هفته همه جمع میشن در مساجد، جمع میشن برای نماز عید، برای نماز جمعه، برای شنیدن خطبه. و در روز جمعه ساعتی هست و اکثر علما گفتن که اون ساعت احتمالاً بین 2 خطبه است که امام می نشینه بعد از خطبه اول برای خطبه دوم و بعضی گفتن بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب. در روز جمعه ساعتی هست که دعای هیچ دعا کنندی رد نمیشه. اما ایدهای دیگه که به ما تحمیل شده و در امت اسلام دخیله، اونها ایدهای اسلامی نیستند، یا عید ملی هستند یا عید امتها و ملتهای دیگه هستند که به ما تحمیل شدن و تعدادی از امت اسلام خودباخته شدن. هر سازی که استعمار زد، هر عید و مراسمی که برپا کرد، اونقدر و اونچنان براش ارزش و احترام قائل میشن که برای این 3 عید عظیم ارزش و احترامی قائل نمیشن. در خیلی از ممالک اسلامی روز جمعه روز کاره، روز شنبه و یک شنبه تعطیله، اداره ها بازه، دانشگاه ها بازه، خبری از نماز جمعه نیست. عید به چه معناست؟ عید از کلمه عود گرفته شده و عود یعنی بازگشت. چرا گفتن عید؟ به خاطر که هر سال بر میگرده با خوشی و مسرت و سرور. هر سال تکرار میشه در زندگی انسان مسلمان مسرت و شادی و خوشحالی با انجام دادن فرائض خداوندی. پس عید از کلمه عود گرفته شده و عود یعنی بازگشت، چون شادی در هر سال و در هر بار تکرار میشه.
اولین نماز عیدی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره خوندن در سال دوم هجری بود و اولین نماز عید فطر بود، همین عیدی که امروز ما عید میکنیم و نمازش رو میخونیم به توفیق خداوند عزوجل. عزیزان جمع جورتر بشینن تا برادرها بیان به داخل، هوا بارندگیه و پله هست میتونن برن بالا. عزیزان زیر جعفری هم جا هست، یکمی جمع جورتر بشینن، هوا بارندگیه، دلها به هم میچسبه. جزاکم الله خیر. در سال دوم هجری بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده و اولین نماز عیدی که در مدینه منوره برگزار کردن با عموم مسلمین نماز عید فطر بود. نماز عید عزیزان من سنت مؤکده است، واجب نیست، اما جنبه شعاری داره، از واجبم بالاتر از یک نظر. از آن سنت واجب نیست، سنت های قبل از نمازه، اما از آن گفتن جنبه شعاری داره، شعیره اسلامه. اگر برگزار نشه و کسی از آن نگه، نهایتاً کم کم تیشه به ریشه اسلام زده میشه و اسلام کم کم نابود میشه و محو میشه. گرچه سنت مؤکده است. در حدیثی که آن اعرابی رضی الله عنه به حضور مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدن، سوال کردن ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم چند نماز بر من فرضه؟ گفت 5 نماز. گفت 5 نماز بر تو فرضه. 5 نماز یعنی نماز 5 وقت. گفت آیا غیر از این 5 تا چیز دیگه فرض هست؟ گفت نه، مگر اینکه تطوع بکنید. پس عزیزان من نماز عید سنت مؤکده است، جز اون 5 نماز نیست مگر اینکه تطوع، اما جنبه شعاری داره. تمامی امت اسلام باید در مصلی و عیدگاه، زن و مرد، بزرگ و کوچک، حتی برده، آقا و سید برده باید بردش رو اجازه بده که در نماز عید شرکت بکنه. حتی زنهایی که معذورن و عادتند باید بیان در گوشی از مصلی بنشینن و در این شادی سهیم باشند و تکبیرات عید را بشنوند. اونها هم روزه گرفتند و رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حدیثی که ام عطیه روایت کردند رضی الله عنه میفرمایند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم امر میکردند که تمامی امت اسلام در مدینه خارج بشن از خانه هاشون برای مصلی، برای نماز عید، ادای نماز عید. حتی زنهایی که عادت بودند، حتی دخترهایی که از چادر بیرون نمی آمدن و کسی طول عمر اونها رو ندید بود، از شرم و حیا در چادر در خانه نشسته بودند. امر کرده که همه بیان به مساجد، به عیدگاه و در این شادی عظیم سهیم باشند و شاهد منافع خودشون باشند و گواه این باشند که چطوری خداوند عزوجل در صبح روز عید، اولین روز شوال بعد از 1 ماه روزه پی در پی و عبادت و بندگی، صیام و قیام و تلاوت قرآن و عبادت و عمل صالح و زکات فطر و بندگی خدا، عفو عمومی صادر میشه. همتون برید که همتون آمرزیدم. خوشحالی انسان زمانیه که خداوند عزوجل قلم عفو بکشه بر تمامی گناهانش که سبب نابودی و ذلت و خاریش در دنیا و آخرت میشه. عزیزان من، معنی و مفهوم عید اینه. امیدوارم که تمامی ایامتون عید باشه با طاعت و بندگی خدا. هر روزی که در اون معصیت نکردی و خلاف امر خدا گام بر نداشتی و حرکت نکردی، اون روز باید برای خودت تسجیل بکنی و بنویسی که اون روز عیده، حتی اگر روز عید نباشه به این معنی. و هر روزی که در اون لغزیدی و لرزیدی و شیطان تو را به منجلاب فساد و معصیت کشون،
اینو بدون که اون روز روز نحسیه، اون روز روز زجر و غم و اندوهت در دنیا و آخرت. حتی اگر روز عید و شب قدرم باشه، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانید، هر روز روز عیده اگر عبادت و بندگی خدا بکنید، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانید و اگر قدر ندانید شب قدرتم شب زجر میشه. امت اسلام، برادر و خواهرای مسلمان، سرورای گرامی، امروز عید سعید فطره. انسان مسلمان سه خوشحالی داره در رمضان، گرچه در حدیث 2 خوشحالی مطرح شده، سومیش تابع اولیه. للصائم فرحتان كما قال صلى الله عليه وسلم، فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه عز وجل. شخص روزدار 2 خوشحالی داره، 2 فرح داره. یک، هنگام افطار کردن، هنگامی که از صبح تا غروب روزه رو به سلامتی به جا انداخته، هنگامی که بر سر سفره افطاری می نشینه، دانه رطب و خرمایی در دست می گیره، خوشحال منتظر اذان مؤذنه، میگه شکر خدا، لبخندی بر لبانش جاری میشه. الحمدلله امروز از صبح تا غروب روزه امروز را به سلامتی و بدون هیچ عیب و نقصی به جا انداختم. بعد از آن میگه و خوشحالی بر اون مسلط میشه، تمامی وجود مادی و معنویشو در بر میگیره، روح و روانشو شاد میکنه. بسم الله علی برکت الله، اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت، اللهم ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله تعالی. به نام تو ای پروردگار که منو توفیق دادی بندگی تو رو بکنم، به محض توفیق تو بود. به من توفیق دادی که امروز روزه بگیرم، بر رزق تو هم افطار میکنم و به نام تو آغاز میکنم افطار امروز را و بر رزق روزه تو افطار میکنم. پروردگارا تشنگی برطرف شد، رگهای خوش شده دوباره خیز شد و اجر امروز روز ثابت شد. عزیز دلم، هنگامی که غروب آفتاب تحقق میافت و سر سفره افطاری نشسته بودی، آیا از خودت راضی نبودی که امروز را به سلامتی به غروب رسوندی؟ آیا احساس شرمندگی می کردی؟ نه. خوشحالی دوم هنگامی که مسلمین موفق میشن 1 ماه پی در پی روزه رو به سلامتی برسونن و خوشحالی عظیمشون در نماز عید و روز عید متجلی میشه و جلوه پیدا میکنه. اگر سر سفره افطاری 1 خانواده و شخصا خوشحال میشد، اما در روز عید عموم مسلمین همه خوشحالن با نماز عید که 1 ماه روزه پی در پی و بندگی خدا را به جا آوردن و نلغزیدن. تبریک به شما عزیزان من، نه تبریک به اون کسی که لباس نو پوشیده، نه تبریک به اون کسی که خانه نو درست میکنه، نه تبریک به اون کسی که ماشین نو و جدید خریده، نه تبریک به اون کسی که برنده جایزه نمیدونم بانک فلان و فلان شده. تبریک به تو که موفق به طاعت و بندگی خدا شدی. تبریک به تو که 1 ماه روزه گرفتی و از قافله عباد الله عقب نافتادی. مبارکت باد این عید و این شادی و خوشحالی. اما خوشحالی سوم کجاست؟ تو که 1 ماه روزه گرفتی، آیا احساس رضایت نمی کنید؟ الان با چه احساس شعوری، با چه ضمیری آمدید، با چه دلی آمدید؟ اونی که روزه نگرفته میتونه بیاد اینجا؟
اونی که روزه های رمضان را خورده و نوشیده و شبهای رمضان را کنار بازی ورق و پاسور نشسته و با سیگار افطاری کرده اگر روزه گرفته یا اصلا روزه نگرفته یا اگر روزه گرفته اجرشو ضایع کرده، گفته دیگه رمضان آمد روزه میگیره، دیگه گرسنگی و تشنگی. تو که روزه میگیری چرا این حرفو میزنی؟ تبریک مال توه، من باید تو رو در آغوش میگیرم که روزه گرفتی. ملائکه های خداوند از خونه که حرکت کردی در طرقات در ابواب مساجد منتظر قدوم تو روزه دارند، به تو سلام میکنند، دست تو رو میفشارند، به تو میگن نماز و روزت قبول. اون کسی که نخونده و نگرفته چطوری بهش میگیم نماز و روزت قبول؟ بله عزیزان و سروران من، خوشحالی سوم یک روزدار هنگام ملاقات و دیدار رب العزت و الجلال در بهشت فردوسه. در حدیث صحیح وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان للجنة بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق أين الصائمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. در روز قیامت بهشت دارای 8 دره، هر دری فاصله 80 سال دواندن اسب تازی است. از این 8 در و 8 دروازه دری است به اسم در ریان. این در مخصوص روزداران امت محمد صلی الله علیه و سلمه. خداوند عزوجل هنگامی که در روز محشر برای فیصله و حساب و کتاب بین بندگانش متجلی میشه و این چنان ندا میده لمن الملک الیوم، کسی جرأت نفس کشیدن نداره، کسی جرأت جواب دادن رو نداره. امروز مملکت مالکیه، به کیف کیه؟ در دنیا احساس میکردی که تو مالکی، تو ملک و پادشاهی و لقب منو برای خودت گرفته بودی شاهنشاه، ملک الملوک. امروز به کیف کیه؟ مالکیه. امروز همه کار کیه؟ کسی جواب نمیده. رب العزت و الجلال خودش جواب خودشو میده. لله الواحد القهار. امروز همه چیز مال الواحد القهاره که تمامی گردنهای فرعونها و فرعون صفتها همه خم شده در مقابل عظمت و جبروت رب العزت و الجلال. توسط ملائکی صدا میزنند روزداران امت محمد کجا هستن امروز؟ دستشونو بالا کنن. اون کسی که در دنیا روزه نگرفته جرأتش داره که دستشو بلند بکنه؟ اونهایی که روزه گرفتن از خوشحالی اینطوری بارلاها ما روزه گرفتیم در دنیا، تو خودت شاهد و گواه بودی، ما بودیم که روزه گرفتیم. خداوند عزوجل میگه هر دولنگی در ریان باز بکنی مسافت 80 سال اسب تازی. روزه دارا بفرمایند از این در وارد بشن، در خصوصی. آخرین نفری که وارد شد در بسته میشه. خلافکارا و اونهایی که روزه نگرفتن میخوان از همین در از لابلای روزه داران وارد بشن، اما عیون ملائکه اونها رو برمیگردونه، زبانه آتش اونها رو جذب خودش میکنه. نابرد رنج گنج میسر نمی شود.
مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جو ز جو، هرچه کنی به خود کنی گر همین نیک و بد کنی. کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. این دست خودته، این پای خودته، این فکر خودته، این اراده خودته که به طرف خانه خدا حرکت میکنی. این قصد خودته که قصد خیر میکنی یا قصد شر میکنی. فلا یلومن احدکم الا نفسه یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان منو سرزنش نکنی روز قیامت. اگر شرمنده شدی خودتون رو سرزنش بکنی که در دنیا 100 سال 60 سال 70 سال به شما فرصت دادم، نه فکر آخرت نکردی. میگن حضرت نوح علیه السلام ملک الموت هنگامی که میخواست قبض روحش بکنه ازش سوال کرد ای اطول الانبیاء عمرن، دنیا رو چطوری دیدی؟ گفت دنیا دیدم بعد از 1000 سال مثل دری که 2 تا در داره. نفهمیدم چطوری از این در وارث شدم و از اون در بیرون شدم. بهش گفت که در آخر الزمان در کپری زندگی میکرد، خانه خیلی محقر و متواضعانه. گفت ای اطول الانبیاء عمرن، تو 1000 سال عمر کردی تو کپر نشستی، یه ساختمان مجلل و محکمی برای خود درست نکردی؟ در آخر الزمان افرادی میان که عمرشون 60 ساله 50 ساله 100 طبقه 50 طبقه برای خودشون درست میکنن. گفت عمرشون چقدره؟ گفت عمرشون 40 سال 50 سال 60 سال. گفت اگر من اون روز بودم این 40 سال که رفته بودم به سجده از سجده بلند نمیشدم. عمر همش 40 ساله، این 40 سال رو صرف ساختمان داره میکنه، چشم هم بزنه تمام شده. اگر من بودم این 40 سالو لحظه‌ای میشمردم و غنیمت میشمردم، میرفتم به سجده، دیگه بالا نمی آمدم. گریه بکنید بر گناهانتان، دعا بکنید. تنها روز کافی نیست، باید دعا بکنید. دعا باله پره که به عمل تو پرواز میده که عروج بکنه و به ملکوت برسه. هر کسی در دنیا بر گناهانش گریه کرد، اون چشم از آتش جهنم در امانه و فردای قیامت گریه نمی کنه. و هر کسی اینجا قهقه زد و به معصیت و خلاف امر خدا خوشحال شد، بدونه که اونجا غم اندوهش و گریهش زیاده. محمد صالح پردل روز عید ما رو به گریه ننداز، بذار شاد باشیم، بذار خوشحال باشیم. درست روز عیده، امت اسلام داره پرپر میشه، چطوری میخوایم قهقه بزنیم حتی تو روز عید؟ اطفال مسلمین، دختر و پسر گهواره‌ای در کشور الجزایر در گهواره شبیخون زده نجات یافته. اون روز روز خوشحالیه.